Дилшодҷон Тоҳирӣ, қарсакҳои шумо дӯсти азизи ман, дӯстон, қарсак. Шоир мегӯяд: то туро ҷустам, замони комрониям гузашт. То туро ҷустам, замони комрониям гузашт. То ғамат хӯрдам, умеди шодмонӣ гузашт. гуфта будам бо ту якдам зиндагӣ хуш бигзарад. гуфта будам бо ту якдам зиндагӣ хуш бигзарад. дар талоши зиндагонӣ, зиндагониям гузашт. خواستم بخت جوان سازم، خواستم بخت جوان سازم جوانی تو را. در تمنای جوانیت جوانیم گذشت. دوستان عزیز، از نام همه شما مخلصان با دلشادجان طاهری، این راهی که دوام 25 سال این کس در جاده سنت طول کشیدن، این راه آسان نیست، راه بسیار دور و دراز، راه مشکل بود. لیکن با همه همین مشکلی ها نگاه نکرده، مثل استادان عزیز خود دلشادجان تا با امروز دوام این 25 سال همراه ما و شما دوستان و مخلصان و محبانش است. از نام همه شمایان با دلشادجان پروازهای بلند ایجادی را آرزو میکنیم. با قرصک بلندت برده دوستان عزیز. تشکر زیاد. همه مسئول عظیم. من باید قید نمایم که برای برگزار نمودن امروزه این شو کنسرت که با 25 سالگی فعالیت ایجادی بخشیده شده است، شخصانی هستند، دوستانی هستند که دلشادجان را دستگیری نمودند. خواهش میکردم قرصک شما با رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده، قرصک شما با سردار ریاست فرهنگ ولایت سوخت با عارف نبیев و راهبر این قصر با شکوه جوانان ابراهیم شریفزاده دوستان، اینچنین با سرپرستی کل امروزه کنسرت با مرکز تشخیصی و طبابتی لقمان حکیم قرصک میزنیم دوستان. اینچنین کفکوبی شما با همکار امروزه کنسرت با قهوه‌خانه سیردریا دوستان. اینچنین دلشادجان را برای پخش نمودن رولیک‌های رکلاموی تلویزیون و رادیوهایی که دستگیری نمودند، تلویزیون‌های 7 ستاره دیار، تنین، سیمای مستقل یکم، آینت و سلام و رادیوی صدای خوجند، کفکوبی شما خواهش میکنم دوستان عزیز. و باز گفتنی هستم که همه ما و شما امروز شکرانه میکنیم، شکر میکنیم که یک وطن داریم، وطنی داریم که امروز روز از روز دلربا، دلارا و دلاگاه و دلجو شده ایستاده است. امروز تمام منطقه کشور عزیزمان آباد شده ایستاده است. ما سربلند هستیم که در تاجیکستان عزیزمان صلح حکمرانی میکند و همه ما و شما یک وطن داریم که نامش تاجیکستان است. برای تاجیکستان قرصک میزنیم دوستان عزیز. قرصکی بلند دوستان. تشکر زیاد. همتون با رحمت. اینچنین با گروه رقصی گلدختران زیبا که رقصهای موزون نمایش دادند از شهرک استقلال با استادان و نوازنده های و کمپوزیتورهای مانا همه آن نفران کرنای نوازان اهل نفرانی که خدمت کردند، قرصک های شما را خواهش میکنم دوستان عزیز. و در همین جا برنامه کنسرتی که با 25مین سالگرد فعالیت ایجادی سلیست گروه دلشاد پلیوس سراینده محبوبترین و دوست داشته ما و شما بخشیده شده بود با آخر میرسد. تا برنامه های دیگری کنسرتی سربلند و خانه آباد باشید. تشکر زیاد. رحمت.